سرخط مهمترین خبرها: ویزا میان تاجیکستان و ایران بیکار شد. مجلس ملی برکناری دادستان کل و رئیس دادگاه عالی را بررسی می‌کند و قانون علیحده برای نظارت بلاگران. یک نهاد زیرتابع پرزیدنت گفت مسئله را می‌آموزد. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگوییم. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 3 فوریه سال 2025 است. سر از امروز 3 فوریه روادید یا ویزا میان تاجیکستان و ایران برداشته شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با پخش اظهارات گفت در پاسخ به تصمیم تهران دوشنبه نیز روادید را برای شهروندان ایران بیکار میکند. آخر ماه ژانویه شورای وزیران ایران سفر بدون روادید با تاجیکستان را تصویب کرده بود. بر اساس این قرار شهروندان تاجیکستان و ایران می توانند برای تا 30 روز و بدون روادید به کشورهای همدیگر سفر کنند. به اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، سفر بدون روادید با ایران تنها از طریق راه هوایی میان دو کشور امکان پذیر است. برای شهروندانی که توسط کشورهای سوم و یا نقطه‌های عبور سرحدی دولتی زمینی به تاجیکستان یا ایران سفر می نمایند، روادید داخلدار لازم است، نوشته از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. پیشتر شهروندان تاجیکستان و ایران می توانستند تنها از طریق خط‌سیر دوشنبه تهران بدون روادید یا ویزا سفر کنند. برای سفر به دیگر شهرهای ایران روادید طلب می شد. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز است. قرار است مجلس ملی پلاتای بالای پارلمان تاجیکستان امروز 3 فوریه برکناری دادستان کل و رئیس دادگاه عالی را بررسی کند. به اطلاع رسمی جلسه مجلس ملی ساعت 10 به وقت دوشنبه آغاز می شود. در خبرنامه رسمی جزئیات زیاده درباره موضوعهای جلسه نآمده است. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت اعضای مجلس ملی به برکناری یوسف رحمان از مقام دادستان کل و شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی آواز می دهند. دادستان کل و رئیس دادگاه عالی نیمه دوم ماه ژانویه برکنار شده بودند. به جای یوسف رحمان حبیب الله واحدزاده 60 ساله تعیین شده است که تا این دم در مقام دادستان حربی کار میکرد. مقام نوی یوسف رحمان که 10 سال اخیر دادستان کل بود فعلا معلوم نیست. انتظار می رود در جلسه مجلس ملی دادستان کل درباره اجرایش قانونها در کشور نیز گزارش بدهد. مجلس ملی 33 اعضا دارد. رستم ممال شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت رئیس مجلس ملی و شخص دوم کشور است. هواپیمایی که دختر بیماری را از آمریکا به مکزیک انتقال میداد در ایالت فیلادلفیا به صدمه دچار شده است. حادثه شام 31 ژانویه رخ داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی در داخل هواپیما 6 کس از جمله دختر بیمار با مادرش، 2 پزشک و 2 خلبان بودند که همشان جان باختند. بخش روسی BBC نوشته است بعد افسیدن هواپیما به بالای یک مرکز تجارتی، یک نفر دیگر در زمین جان باخته است. هواپیمای شرکت مکزیکایی ریسکو ایر امبولانس از آمریکا به شهر تیخوانا مکزیک یک دختر بیمار را انتقال میداد. هواپیما بعد بلند شدن از زمین در پهلوی مرکز تجارتی افتاده است. در همین حال روز 2 فوریه محرک یک هواپیمای دیگر در آمریکا آتش گرفت. هواپیمای شرکت یونایتد ایرلاینز از هیوستن به نیویورک پرواز میکرد. با گزارش شبکه فاکس 26 محرک هواپیما بعد بلند شدن از زمین آتش گرفت. در این حادثه کسی جان نباخته است و همه 104 مسافر و 5 هیئت پرواز را به جای بی‌خوف بردند. در یک هفته اخیر این دومین صدمه هواپیما در ایالات متحده آمریکا می باشد. شام 29 ژانویه یک هواپیما در شهر واشنگتن بعد برخوردن با چرخبال نظامی به دریا افتید. در این حادثه 64 کس به هلاکت رسید. نمایندگان یک نهاد زیرتابع رئیس جمهوری تاجیکستان میگویند که تجربه کشورهای همسایه درباره تنظیم فعالیت بلاگران را آموختند. عزت الله سعیدزاده رهبر مرکز قانونگذاری نزد پرزیدنت 31 ژانویه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت درباره چگونه تنظیم کردن فعالیت بلاگران چند تحلیل هم گذراندند، اما سعیدزاده نگفت که برای تنظیم کار بلاگران تجربه کدام کشورها را آموختند. رهبر مرکز ملی قانونگذاری افزود فعلا برای نظارت کار بلاگران یگان لایحه علیحده قانون تهیه نشده است، اما اگر حکومت دستور بدهد متن چنین قانون را تهیه میکنند. دعوت برای تنظیم کار بلاگران در دایره قانون علیحده چند سال است که از جانب طرفداران حکومت صدا می‌دهد. روز 27 ژانویه امسال مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ تاجیکستان هم در نشست خبری گفت تلاش دارند که فعالیت بلاگران را در دایره قانون تنظیم کنند. آمار دقیق بلاگران در تاجیکستان معلوم نیست. طبق اطلاع اخیر کمیته انداز در این اداره 91 بلاگر ثبت نام شدند.
بینندگان عزیز، به نظر شما برای نظارت بلاگران در تاجیکستان آیا قانون علیحده لازم است یا نه؟ لطفاً نظر خود را در زیر برنامه به ما نویسید. سال 2024 نقشه کشت پخته در تاجیکستان اجرا نشده است. کشت اجباری و فایده آور نبودن پخته‌کاری و اجرا نشدن نقشه استحصال آن در نشست خبری وزارت کشاورزی بحث داغ را به بار آورد. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت پخته زراعت مهم صادراتی برای دولت ماست و از آن دست کشیدن نمیتوانیم. ادامه موضوع در گزارش همکارانم ارشاد سلیمانی و برات یوسفی. کشت اجباری پخته، فایده آور نبودن کشت آن و اجرا نشدن نقشه حاصل آن در سال 2024 در نشست خبری وزارت کشاورزی بحث داغی را به بار آورد. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت پخته زراعت مهم برای دولت ماست و از آن دست کشیدن نمیتوانیم. پخته یگان وقت زراعتی ضرر آور نیست. این را همچون متخصص همچون اگرونوم هم میگویم. اگر حاصلناکی بلند را تامین نماییم، البته اگر 15 سنر 16 سنر 20 سنر گیری ضررناک است، لیکن در حالت 80 سنر بالا حاصل به دست آوردن او البته. سالهای آخر مقامات در نواحی پخته‌کار دهقانان را مجبور میکنند که از نصف بیشتر زمین‌های خود را پخته کنند، اما وزیر کشاورزی این را نپذیرفت. دهقان آزاد است. من خودم در مثال ولایت ختلون نزدیک 13 سال در همونجا کار فعالیت کردم، در سطح ناحیه در سطح ولایت. دهقانان در استحصال میکنند، در خانه‌شان در دیگرشان ذخیره میکنند، در وقتی در مهلت ضروری به خودشان پخته رو به فروش میبرند. پیش اینا یگو کس نگرفته است. گرچند که من خودم فعالیت 4 سال رئیس ولایت کردم، یگان وقت من پیش نفر یگان نفر من میگفتم که دهقان آزاد است، با کسی میخواهد به کجای میخواهد برآورده فروشد. اما دهقانان در آغاز موسم کشت و کاری سال گذشته شکایت داشتند که مقامات محلی آنها را مجبور میکنند که پخته کشت کنند. دهقانان دلیل می آوردند که از کشت پخته آنها زیان میبینند یا حداقل فایده به دست نمیآورند. الان ما اونجا کاشته شدیم، امروز آمده ما مجبور کردید سعودیان که شما کشتی کردگی رو میشکنید، در جای وی پخته میکنید. حال اون که من برای وی 6-7 هزار تومان صرف کردیم. بر علاوه شکایت دهقانان که کشت و کار و استحصال پخته را از لحاظ اقتصادی ضررآور میدانند، نهادهای بین المللی نیز به تاجیکستان توصیه میدهند که از سیاست کشت اجباری آن دست کشد. با این وجود تاجیکستان در سال 2024 نتوانست نقشه استحصال پخته را اجرا کند. سال گذشته تاجیکستان همگی 253,200 تن پخته استحصال کرد که به 73.5% نقشه سال 2023 برابر است. مقامات تاجیکستان میگویند پخته محصولات اساسی صادراتی کشور است و از سوی دیگر شهروندان زیاد را به کار تامین میکند. احمد الشر یا ابو محمد جولانی رهبر موقت سوریه روز 2 فوریه در سفر نخستین خارجیش به عربستان سعودی رفت. به اطلاع خبرگزاری ها این اقدام یک نشانه دیگر دور شدن سوریه از همپیمان سابقش ایران ارزیابی می شود. با گزارش رسانه های خبری عرب زبان، احمد الشر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرده است. عربستان قبلا به گروه های شورشی ضد بشار اسد رهبر پیشین سوریه کمک مالی میداد. احمد الشر 42 ساله است و بعد از فرماندهی یک حمله غافلگیرانه در ماه دکمبر سال 2024 که سبب واژگونی حکومت بشار اسد در سوریه شد، زمام دولتداری را به دست گرفت. او برای بهبود روابط با جهان تلاش میکند و در زمینه موقع مستقل از ایران و روسیه را کسب کرده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 فوریه را فرا میگیرد. در اول فوریه سال 2004 مقامات تاجیک از مذاکرات با موفقیت به عضویت اینترپل پلیس بین المللی پذیرفته شدن تاجیکستان خبر دادند که 5 اکتبر سال 2004 نهایی شد. عضویت در اینترپل دست تاجیکستان را در تعقیب گمانبران فراری در جنایت باز کرد، ولی سالهای اخیر برای سوء استفاده از این نهاد در سرکوب مخالفان سیاسی حکومت انتقاد می شود.
سازمان جهانی مهاجرت روز 3 فوریه سال 2005 گفت در زندان‌های دوبای شهر تجارتی امارات متحده عرب بیش از 100 زن تاجیک با اتهام تنفروشی نگهداری می‌شود. این آمار برای تاجیکستان، کشوری که اکثر ساکنانش مسلمان میباشند، بی‌سابقه بود. متخصصان سازمان مهاجرت گفتند افزایش حادثه‌های قاچاق انسان، کمبزاعتی خانواده‌ها و وضع ناگوار اقتصادی یک دلیل بالا رفتن حادثه‌های تنفروشی زنان در کشورهای خارجه بوده است. از فوریه سال 2016 بر اساس دستور بانک ملی تاجیکستان پول‌های انتقالی که با روبل از روسیه فرستاده می‌شوند با پول ملی سامانی داده می‌شوند. مقامات گفتند که این قرار با هدف بالا بردن قرب پول ملی قبول شده است، ولی مهاجران و خانواده‌هایشان از این قرار ناخوشنود شدند، چون از عملیات تبادل پول در تاجیکستان درصد معین را از دست می‌دهند. سال مهاجران از روسیه نه کمتر از 1.5 میلیارد دلار پول را به تاجیکستان ارسال می‌کنند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 114 سامانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1083 سامانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید. تا فردا، خدا نگهدارتان.